سلام به همگی، امیدوارم که خوب باشین. سلام، روز همگی به خیر و خوشی. خب ما یه زمستونی داریم که پر از برفه. همش داره برف میاد. فکر چند سالی بود اینجوری برف ندیده بودیم، یادمون رفته بود. ولی خب حجم برف زیاده. تورنتو چیکار کنیم؟ چه خبر؟ به جز نمایشگاه ماشین که هفته پیش گفتیم، آلیس در سرزمین عجایبم داره میاد که بد نیست، چون فکر کنم با زندگی ما یه چیزی داره همخونی داره. ما هم تقریبا در سرزمین عجایب داریم زندگی می‌کنیم. دقیقاً. حالا اگه دوست دارین این لانگ ویکند میتونین تیکت تهیه کنین. نمایش آلیس در سرزمین عجایب به صورت همین لانگ ویکنده. آره، به صورت ویرچوال برگزار میشه. خیلی هم عالی. برف هم قشنگی خودشو داره. من یه خورده دادم پایین‌تر آسمونش. خب بازار ریل استیت امسال سال خرید کاندوه. دلیلش اینه که یونیت خیلی میخوان تحویل بدن. یونیت برای فروش زیاد میاد، برای همین رقابت میره بالا، قیمت رو همینجوری نگه می‌داره یا میاره پایین. به همون نسبت اجاره ها امکانی که در کاندو البته بیاد پایین هست، باز به همون دلیلی که یونیت های زیادی میخوان تحویل بدن و اینوستورها میخوان یونیت هاشون رو اجاره بدن. این از این. مارکت این روزا خونه ها فروش میره، بعضی خونه ها آفرهای زیادی میگیرن. دلیلش هم اینه که خب خیلی ها فکر میکنن که مارکت داره به سمت خوبی جلو میره، اینترست ریت هم همینجوری داره میاد پایین و لیستینگ هم خیلی کمه. ولی هر روز که داره میگذره، یعنی الان تو این 2-3 روز ما خیلی لیستینگ اومد توی بازار، درصد که مثلا 2 هفته پیش اینجوری نبود. هر روز داره لیستینگ های جدید میاد، 3-4 تا، و هرچی لیستینگ ها بیشتر و بیشتر بشه و تقاضا همینجوری بمونه، خب به تبع قیمت هم همینجوری خواهد موند. به احتمال خیلی زیاد لیستینگ ها بیشتر و بیشتر میشه، ولی بعید میدونم تقاضا خیلی تغییر آنچنانی بکنه، چون با توجه به خبرهای خارجی هم که میاد، اولی که اصلا دولت الان رو هواه، معلوم نیست کی سر کاره و تو مارچ هم ممکنه دولت عوض بشه و سیاست ها کلا عوض میشه. اگه تعرفه ها بیاد که اصلا یه داستان دیگه است. جی دی پی میاد پایین، تورم دوباره میره بالا و دوباره گاورمنت میمونه با اینکه حالا اینترست ریت ها رو بیاره پایین یا ببره بالا یا همینجوری نگه داره. چون اگه بیاره پایین با توجه به تورم که بخواد تورم رو نگه داره، از یه طرف ممکنه یه بابلی به وجود بیاد، هاوس خیلی بره بالا و این یه اقتصاد مریضه، و از یه طرف هم که اگه ببره بالا به تبع خب فشار به آدما میاد. خلاصه که نمیدونم کدوم ورشو بگیرم. دقیقاً نمیدونن کدوم ورشو بگیرن و واقعا هم مشخص نمیکنه، آدم نمیدونه باید چیکار کنه. ببینیم که چی میشه. اینم از تورنتو این هفته. و اینکه اگر دنبال خرید و فروش و اجاره هر کاری هستین، به ما زنگ بزنین، ما هم بشینیم یه گپی بزنیم، هدفتون رو مشخص کنیم، چون خیلیا میخوان خونه بخرن ولی واقعا نمیدونن که اصلا شاید خونه خریدن اصلا الان به نفعشون نباشه. کاری که من و هلیا انجام میدیم، میشینیم باهاشون صحبت میکنیم، کلا همه چی رو بررسی میکنیم و بهشون میگیم که چه پلنی داشته باشن به دردشون میخوره. شاید امسال سالی نباشه که بخوام خونه بخرن، شاید هم باشه. خلاصه که مرسی، این ویدیوها رو میبینین و مرسی. کامنت بذارین، اگه سوالی دارین بپرسین، من همین جواب بخوایم. در خدمتتون هستیم. خداحافظ. خدا نگهدار.